سلام، به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم درباره جزئیات پرونده‌ای صحبت بکنیم که متعلق به یک جسدی هستش که توی پارک چیتگر پیدا شده. در تاریخ 24 شهریور ماه 1396 پلیس در پی تماس‌هایی که توسط مردم عادی و رهگذر گرفته میشه باهاش متوجه جسدی میشه که توی پارک چیتگر پیدا شده. زمانی که پلیس به اونجا میره متوجه میشه که یه جسد متعلق به یه زن جوون هستش که لای یه سری شاخ و برگ و اینجور چیزا مخفی شده. یعنی در واقع قاتل یا قاتلان خواستن که جسد رو از دیدها پنهان بکنن، اما انگار زیاد موفق نبودن. در بررسی هایی که پلیس اون اطراف انجام میده برای اینکه آیا کارت شناسایی یا چیزی مبنی بر هویت جسد پیدا بکنه، متوجه میشه که قاتل یا قاتلی هر کسی که بوده تمام چیزهایی که متعلق به مقتوله بوده با خودش برده. و بعد از اون بررسی های دیگه‌ای که انجام میشه متوجه میشن که اون زن توسط شالی که دور گردنش بوده به قتل رسیده و همچنین هرچی طلا با خودش داشته ازش بردن. پس انگیزه این قتل سرقت بوده. همزمان با این داستان پلیسی که تو خیابون داشته تردد میکرده متوجه میشه که یه ماشینی که انگار توی حال خودش نیست یا اینکه مثلا حالا رانندگی نیست، خیلی داره بد رانندگی میکنه، طوری که ماشین یه سری آسیب ها هم دیده بود. پلیس دنبالش میره و اون راننده متوجه میشه که پلیس دنبالش هست. راننده به خاطر اینکه به اصطلاح خودمون رد گم کنه میزنه بغل و یه جوری وانمود میکنه که انگار این مدل رانندگی به خاطر ماشینه نه به خاطر اون آدم. از ماشین پیاده میشه، میره طرف کاپوت ماشین رو میزنه بالا و شروع میکنه به اصطلاح یکم ور رفتن با ماشین و خودشو میزنه به اون راه. در همین حین پلیس بهش نزدیک میشه و ازش میخواد که مدارک ماشین و کارت شناسایی خودش رو تحویل بده. اون شخص در ابتدا یکم دستپاچه میشه، اما میگه که من ماشین رو از دوستم قرض گرفتم و میخواستم یکم این اطراف دور بزنم. دوستم انگار که مدارک ماشین رو برداشته، کارت شناسایی خودم هم همراه هم نیست. پلیس به این شخص مشکوک میشه و به خاطر همین استعلام ماشین رو میگیره که یک دستگاه پراید بوده. بعد از اینکه جواب استعلام میاد مشخص میشه که ماشین مال زنی به اسم رویا 30 ساله هستش و همزمان با این اتفاق هویت جسد هم مشخص شده بوده که اون جسد متعلق به زنی به اسم رویا بوده. پلیس تصمیم میگیره که به آپارتمان رویا سر بزنه که شاید سرنخی چیزی پیدا بکنه. زمانی که پلیس به اونجا میره و عکس راننده ماشین که مسعود بود و 30 سالش بود به در و همسایه نشون میده، در کمال تعجب متوجه میشن که همه در و همسایه مسعود رو میشناختن و اونا عنوان میکنن که مسعود یه جورایی انگار پارتنر رویا بوده و اینا انقدر که رابطه عمیقی داشتن و مسعود خیلی اونجا رفت آمد میکرده، اینا قرار بوده که به زودی ازدواج بکنن. به همین خاطر پلیس تصمیم میگیره که مسعود رو به عنوان مظنون اول این پرونده دستگیر بکنه و همون شب مسعود دستگیر میشه. توی روند بازجویی ها مسعود اعتراف میکنه به هر چیزی که اتفاق افتاده. اون در واقع داستان رو اینجوری تعریف میکنه که من با رویا اینجوری آشنا شدم که رویا راننده یه آژانسی بوده تو اطراف محل سکونت من و من بعد از اینکه 2-3 بار اونو دیدم یک دل نه 100 دل عاشقش شدم. رویا به خاطر ظاهر زیبایی که داشته و همچنین اینکه به تازگی جدا شده بوده و به خاطر مهریه‌ای که حالا یه جورایی میشه گفت خیلی سنگین بوده، وضع مالی خوبی داشته و خیلی از مردا به اصطلاح خودمون میخواستن که مخشو بزنن و باهاش وارد رابطه بشن. حالا یه سریاشون به خاطر پولدار بودن رویا، یه سریا هم به خاطر اینکه بخوان رویا رو داشته باشن برای خودشون. و در این بین اونی که موفق میشه دل رویا رو ببره مسعود بوده. مسعود 30 سالش بوده، همسن رویا بوده، یه جورایی جوان خوشتیپ بوده و اینا با هم وارد رابطه میشن. مسعود میگه بعد از چند وقت ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم و به تمام در و همسایه، دوستامون، فامیل همه گفته بودیم و من خودم هم تعجب کرده بودم از اینکه چجوری این رابطه انقدر پیش رفت. ما با هم تو رابطه بودیم. در اینجا میرسیم به 2 شخص دیگه.
ارسلان و امان. 2 نفر از کسایی که در واقع تو همون مردایی که دور و بر رویا بودن خیلی خواهان این بودن که وارد رابطه با رویا بشن. این 2 نفر از دار دنیا هیچ چیزی نداشتن و یه جورایی میشه گفت که دوستای مسعود هم بودن. زمانی که این 2 نفر یعنی مسعود و رویا وارد رابطه میشن، ارسلان و امان هم میان تو گوش مسعود میخونن که تو اصلا چرا باید با این وارد رابطه بشی؟ تو جوونی، تو میتونستی که پولای رویا رو بدزدی و بری با یه دختر جوون و باکره ازدواج بکنی، نه دختری که مطلق است. این قضیه اونقدری پیش میره که مسعود در واقع یه مدت ارتباطش رو با ارسلان و امان کم میکنه، اما ارسلان و امان بیخیال نمیشن، هی میرن میان و اینو تکرار میکنن. مسعود میگه که تا جایی که من کم کم وسوسه شدم و روز حادثه تصمیم گرفتم که رویا رو به قتل برسونم و این قضیه با همکاری ارسلان و امان اتفاق افتاد. اون میگه که روز حادثه من مثل همیشه زنگ به رویا زدم و بهش گفتم که دلم براش تنگ شده و ازش خواستم که بیاد جایی که همیشه هستیم، چون اونا همیشه جایی مثل پارک چیتگر که یکم خلوت‌تر بود قرار میذاشتن و از رویا میخواد که به اونجا بره و رویای از همه جا بیخبر هم به اونجا میره، غافل از این که دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. مسعود اینجوری تعریف میکنه که زمانی که اونجا بودیم ارسلان و امان اومدن و رویا رو خفه کردن و تمام طلاهاشو با خودشون بردن با مدارک و ماشینم به من گفتن تو با خودت ببر و ما فردا میایم که ماشین رو ببریم و سهم تو هم بدیم. بعد از اعترافات مسعود خیلی سریع پلیس ارسلان و امان رو دستگیر میکنه. اونا هم خیلی زود در واقع به حرف میان. ارسلان که عنوان میکنه من اصلا اون شب نبودم و طبق شواهد و مدارکی که نشون میده واقعا اون شب انگار نبوده و میتونه اینو به بازپرس و بازجو مثلا ثابت بکنه که من اون شب اونجا نبودم واقعا و اصلا نمیدونم و من زمانی که فهمیدم که این 2 تا این تصمیم رو گرفتن بهشون گفتم که این کارو نکنید و ازشون فاصله گرفتم. بعد از اظهارات ارسلان، امان و مسعود به زندان میرن و توی یه سلول نگهداری میشن. بعد از چند روز مسعود درخواست میکنه که با بازجوی پرونده صحبتی داشته باشه و میگه که میخواد یه سری چیزای دیگر رو عنوان بکنه که خیلی مهمه، جزئیات اصلی و چیزایی که اتفاق افتاده واقعا. و زمانی که روبروی بازجو قرار میگیره جوری عنوان میکنه که اصلا ارسلان و امان کاری نبودن، من خودم نقشه اون قتل رو کشیدم و دوست دخترم رو کشتم و هر چی بود و نبود رو خودم دزدیدم. بعد از اظهاراتی که مسعود ارائه میده، خب در واقع نقطه تاریکی دیگه تو این پرونده نمونده بوده. دادگاه خیلی سریع برگزار میشه. اما حرفایی که مسعود توی دادگاه میزنه بازم همه رو شوکه میکنه. به خاطر اینکه مسعود اونجا عنوان میکنه که من هر چیزی که تا الان گفتم در واقع از ترسم بوده. من رویا رو نکشتم. امان توی زندان منو تهدید کرد و گفت اگر که تو نگی که رویا رو کشتی من یه بلایی سر خودت اینجا میارم و به ارسلان هم پیغام میدم که خانوادت رو بکشم و من مجبور شدم که به دروغ بگم که من قاتلم. نه، من قاتل نیستم. من اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. در واقع من اون روز اصلا نقشه قتل نداشتم. من با رویا قرار گذاشتم مثل همیشه که بریم همدیگر رو ببینیم و زمانی که رفتم اونجا برای خرید رفتم که یکم خوراکی و اینا بخرم. وقتی که اومدم دیدم رویا نیست، ناپدید شده. وقتی یکم اینور اونور رو نگاه کردم جسد رویا رو اونجا دیدم. من اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی میدونم که این 2 تا کشتن. اما با توجه به اینکه ارسلان تونسته بود دادگاه و بازپرس و بازجو رو قانع بکنه با مدارک و شواهدی که داشت که اون شب اصلا اونجا نبوده، پس حرفای مسعود نمیتونست درست باشه. هیچ وقت مشخص نشد که واقعا اون روز چه اتفاقی افتاده بوده و بعد از اون هم توی هیچ رسانه دیگه‌ای اصلا اطلاعاتی درباره این پرونده داده نشده تا همین امروز. اما با توجه به حرفایی که گفتیم و جزئیاتی که شنیدیم میخوام بدونم نظر شما چیه؟ به نظر شما کی قاتله؟ ممنون میشم که اگر توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. تا پرونده دیگه، خداحافظ.